دوستان عزیز، خیلی که برای شما وعده کرده بودیم کوههای آهالیک رو بنوار گفتم برای شما به هم ببینیم. من در اینجا جنتر جبو کابل استاده است، کابل گریخت است. حاضر برای بار کردیم خدا خواهد تا الان آخری کوه رفتم برای شما هم به هم ببینیم. با ما باشید با جوره های ما. رحمت. دوستان عزیز، سفر ما آغاز شد. چقدر که وعده کرده بودیم ما کوههای زیبای آهالیک رو پیشکش شما میکنیم. همراه دوستان به راه برآمدیم. من الاغ‌های ما تیار است، جوره ها تیار. رحمت. اسد جان. دوستان عزیز، این کوه برآمدنم گشتش است. در کوهستان زندگی کنیم، همین کوه بگردیم، برای رفته در مغز کوهستان دم میگیریم، استراحت میکنیم. آن نفرانی که در دهه در کوهستان زندگی میکنند کیف این کوهروی را میدونند. آن دیگرانی که در شهر زندگی میکنند تا انا همین جاها میبیاین و آن طبیعت ها را بهره مند نمیشن از زیباییشان. ما باشید که ما قریب به نیهال رسیدیم. انا اینجا جای نیهال است. مونیز ماشین تا گیر. ویدا وایرون کردی. نیهال باستانی. معنای نیهال از آن است که در اینجا این خیلی درخت ها زیاد است. نام مجازیش از این خصوص نیهال بودگی است و در اینجا این طرفی کوه و طرفی کچکنه برد و به بالا برای مگر کوتل و در اونجا باز یک جای زیارتی است، کل بابا، ساوق بلاق. و نصیب باشد اگر در نوارهای نوبتی از آن راه به آن طرفی کوه رفته نیز همراهی شما آن جایهای زیارتی را به هم ببینیم. دوستان عزیز، این همینجا نیهال. قریب همه مردهای دهه آهالیک این جایها آمدند. آن مادرانی که در خانه میشینند نمیدانند که کوهها کجا، فرزندان کجا میروند. ما نشان میدهیم که این همینجا نیهال است و پایان ما این همین خیلی منظره دارد. ماشین، اتومبیل ها تا آن همین بالای کوه آمده و این طرفش باشد البته پیاده است. در آنجا دوستانی ما با راه روانه هستند. در حقیقت هوا گرم و جزیر است، برای ما راحت بخش است. من در اینجا کابل چکیده آمایستم. مونیس جان، دلشاد جان، نیجه انتراف دست و کابل پیش پیش. بانو که کیری نیهال بر آمدیم با پشتش گذشتیم که از این راه انا همون قلعه‌ای که شما میبینید یتم چوقی میگویند. معلوم است که چوقی یکه و این جایها ببینید منظره های ناتکرار. آن طبیعت رو ببینید چقدر منظره زیبا را برپا کرده است. سنگ هایی که تکرار نشونده، طبیعت زیبا از کوهستانی آهالیک. از این راه تیک است و روانه است. بعد از همون سفیدی که شما میبینید از آنجا گذریم. باز در آنجا جوان ها مالبانی میکنند و در آنجا یک جای زیست و جای خود را ساختند. در کوهستان حاضر شما گواهیان میگردید که خانه های همه سرای دار از این راه ها که ماشین نمیگردد با الاغ ها با نمین خر و اسب ها چیزها را برده، اشیاء ها را برده در آنجا خانه های انسان زندگی میکردگی و مانند ما جوانان رفته در آنجا استراحت گیریم، غم ما را خورده در آنجا جا ساختند. حاضر از اینجا از راه معلوم است که در اینجا متسیکل میگشته است. زبانم چرخ نزد. راستی خیر، شکرانه خدا. من در اینجا استراحت گفته شدند. کابل چکت اومدگی اینا از قفا جنتر اینا جنتر هم راه برآمده است. کنی نزدیک کنیم کنی اینا مونیس جان تو دست بالا.
با جومیدن و صفت ویدیو اعتبار نداده، شما تنها فقط کوههای تماشا کنید اون بس است. از این منظره ها بهره مند شوید و شکرانه گویید که ما در این خلوتن زندگی میکنیم. از من از همین دویم خیر گذرم، اگر وای طرفش با یک کیفیت یک منظره دیگر دارد. ما همین چند بار آمده همین جایی رو تماشا کردیم، بر انسان مانند اقربا، مانند همون مگنیت گویم خودش به میکشد. چایی که ما مینوشیم چای خشک، چای کبود، چای سیاه، آن از هندوستان به ما میآید. همه میداند اوزه در بازارها میفروشند، کوکوتی میگویند. انا همین کوهی ما پر است، انا همون چای ازبکستان گویم، چای آهلی گویم، در همه کوهها چای کوهستان گویم خطا نمیشود. از آن چای ها پر است و مزه و طعم دیگر دارد. برای نفرانی که فشار دارند دولینیا نوشیدن توصیه می شود. باید گپ نزنیم، تماشا کنید، استراحت برید از منظره های ما. این ما اسد پیلا رفته این نه چه گفتن ساقاله فایده گوسفند بزرگ میخوره تیرم آمده گچزار یا کچزار اکو انقصه نمیدونه. من اینجا با گوری جوگی میگویند یک چخین سنگ تودی سنگ تو کده موندگی جا اکو این گور باشد یا که هم تو سنگ باشد می نمیدونه. ما با نوعیان اینجا سایه ها، دره ها، جای های زیبا. ما تا دلشاد اینجا قطعا گورستان بوده است. ما که چند سال ها آمدگی وقت خیلی سنگش نبود، من سنگ ماندین 1800 و چند؟ 89 1913 43 وقت جنگ. این خیلی جای های هم بوده است. مونیس جان تو سلام گکنی؟ پس پیشکوی شهنام با آن باغ که برای شما در بالا قید کردیم، باغی میرشکرمک. بالای همینجا چنجا کتیم چقی برایش منظره های زیبا. باغ های میرشکر بابا. در اینجا دهقانی هم دارن. من دهقانی شتوکا باغ ها از هر نمودی درخت ها هست. انا طبیعت حالی سرسوی. گواه اینی گجه میکنه پایین پایین یک قیر پس تابستان جزیرمک سوزان، یک قیر این طرف بهارستان. ها هندوستان 12:30 من الان سنگ که پایان سر ویدیو بدیدید، الان سنگ های پایان است با آمدیم. شکری خدا برای ما این خیلی منظره ها را دیدن لایق کرد. این درخت های بینیتان چند ساله درختان دولانه ها
من در اینجا با کیا شیشته هست. زیبایی طبیعت، امر طبیعت با شمال باشد یا بعد از غلطیدن باز کاوش شده باشد، تاریخش رو هیچ کس نمیداند. توت‌های کلانترین ببینید، سه توت در یک جا. این هم ممکن انا همون اجدادان ما در همین جایها کاشته باشند. من در اینجا قاشق بوده است. من کاباقچه پیش به جنترچه آمد شافیرشون کتی. رفتن گیرم یک از اخطی شد سرطایی وای جنت مانا جنت میتونه ما با طبیعت آشناییم. من از کجا گفتم همونجا میمونیم. سنگ پشت. من در شاخی زرد به در آمدیم که با یک گروه اهالیکی ها از سفر برگشتند. کیا مایداری کیا برای تماشا. السلام علیکم همتون. با اره چه مایسین جان سلامت. السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. این فرانسیا بوده. خطش گپ زدیم. فرانسوز بوده. نیست روسی گپ زد. یک بلوکه فهمیدیم. دوستان عزیز، ما این که از فرانسیا آمده بودیم که ما با نامشون گفتن. What is name? Cedric. Меня зовут Cedric. Cedric. باید از یک گرم فهمیدیم این که از روسی کم کم میفهمیدم. من کم کم گپ میزدیم. یک بلوکه فهمیدم. ایلانسای رفتنی بودیم که بعدش کردیم. خدا خواهد ساخت سلامت وطنشون ما رفته رسند. من اینجا چایلی میشده که بالاش شاخی زرد. شاخی زرد که شاهی زرد بودگی اینجا چی بودگی؟ چه کوچک نسمی؟ من اینجا با اشیاهای اسب. انا کوهستانی زیبا. انا این طرف بره با چه میبرویم. من اینجا با دلونا اکو گل کده است. جنتری سیاه. من ماشین کتا بلولار سفید است. تنیرافت که تو با اسب چه این خیلی طعام رستوران های کلان سمرقند که بهتون نمیدونم. تازه هوا، طعام با لذت در سری دسترخوان، همه چیزی ملی. من بیرون به آب و هوای تازه. اینجا جنترال افتی خوابال سودا
تیارشوی قزان کباب با ما باشه با تمام ما باشه دامونیس جان تمام. منه یک تگه کنی مونیس جان یا کنید کنی بابا چی میگویم مخلصا با چی میگه ما همه با سلام من خشته من جورو من اینجا طبیعت من اینجا طبیعت انا اسبو دوک دوک کیسه بالا به اسبا اینجا رفسه من اینجا به اسب من شوخی کیسه من اینجا دلشاد همون گپ زن کنی مخلصا با توغری بقلی همه با سلام بیننده های عزیز من دوستان عزیز ما شدیم یه یک کولت چای من گمزه شدم سخم با اصلا جون دوک توب تکشا یک چیز گویی شا سخم اسب گپ زن و گمزن گو بابا باشه که تمام یک تکه با یادگی من دوستان عزیز حاضر گواهی آن است که منظره ها رو میبینید ما باشد در این پهلوی کوهستان طرز تیار کردن در کوه این ببینید همه شرایط ها هست برای ما باد و هوای تازه نفس میکشیم در لب دریا آبی چشمه ها و در عهده دوستان در نزد ما من گاوها چریده ایستادن در آنجا اسب و خر و الاوهای ما تیار است و ما طعام بگه را تیار کرده ایستادیم حاضر باشد از راه آمدیم چندین دوستان ما استراحت میگیرند دم میگیرند ما در سر دیگ نشستیم برای شمایان نیز توصیه میکنیم این خیلی روزهای خرسندی را آمده در دامن کوهستان اشتراک کرده جشن گیرتان شما همجا زمان تخت علاقته اول همون تختت که دخت اول این حرمه به اتفاق کنه بی بود دویدن این یک سوچه بشمه سوی قربان عقب تیم با وقتش رست بگیر به قبرستان گذر کردم کم و بیش بدیدم حال دولتمند و درویش نه درویش به خاک به کفن ماند نه دولتمند برد از یک کفن بیش عزیزان این دنیا که ما دیده ایستادیم با چشمهای خود هر یک لحظه هایش غنیمت است باید به دیداربینی همدیگر دوستان اوله و نزدیکان رسیم و البته همیشه با یک چهره والیده باشیم خود را احتیاط کنید در پناه خداوندی کریم باشید گیاهی تشنه ام بارانی ای دوست
منم بیمار و تو درمان ای دوست مرا دل می کشد بر صحبت تو تمنای دلی پزمان ای دوست. دوستان عزیز اینا ساعت قریب 11 شب است در دامنه کوهستان در عهده دوستان در نزد این آتشی که ما انداختیم در این باد و هوای تازه. البته این کیفیت را ما اگر امکان می داشتیم همراه شما به هم می دیدیم. این باد و هوای تازه را این اتمسفر را همراه شما به هم می دیدیم. این ناتکرار است. البته برای شما میگویم دوستان را جمع کنید کمی باشد 1 یا 2 روز خود را دریغ نداشته همراه دوستان در این خیل دامنه کوه آمده البته استراحت کنید و آن لحظه ها را به تاریخ مهر سازید که هر یک لحظه های ما غنیمت است. ای دوستان جانی با هم بودن غنیمت. ای دوستان جانی با هم بودن غنیمت. یک لحظه شاد و مسرور بیغم بودن غنیمت. عمری روان روان است. عمری روان روان است. خواهم یا نخواهم صد شکر زندگانی بیغم بودن غنیمت. بیغم باشیم صحت سلامت باشیم هر آن مال و ملک دنیا شرک دست است بهر ما البته خداوند کریم خواهد اگر با آن چیزها لایق میشویم. با ما باشید که شبکه شهنان جماعه ما این خیلی لحظه ها را هم راه شما با هم میبینیم. آب و هوای تازه همین خیلی بود است که در شب هم آدم گرسنه مونده است. من دلشاد جان شب با نگاه نکرده کارتاشکو پسکنده تیاری دیسته است. زایر جان چای کوکوتیا دم کرده وای 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 کیمچی پرید کوکوتیا دم کرده نوشیده ایستادیم. بچه ها وحشه نبیتون اینجا بایی بزیر مو زایر اکتا چای هم تو چای با یکتا موچه یکتا چای نوشی وایسا کو تمسا گو همش اصلا انا مونیس در نگاه پا تکرار کنیم جورا گومو باشه انم تو بگزاد کنی تو بیا یکتا گپ زن کنی جورا من بگزاد تیاری دیده ایستاده است. جایهای تازه کردیم بعدی که کوه آمدن همه تازگی به رعایت کنیتون. من از جایهای خود باندگی سلفان و چیزای تازه کرده همشو جابجا کرده ایستاده ایم. اینجا زیراوار من اینجا به اوقات تیاری و این اوقات ما کردگی خزان این است به نواسه پسیم آتش من چای کوکوتی سماور چکمون پیش دستش لرزی سر این چای را می نوشد. دلساد گپ میزنم گو دلساد تو چای تعریف کن. این چای نشدی گپ نزنه یک با چای آمردن نکن چای چه بی حتی او آمردن نکن درنش به شکرچه بعد من پکرچه نه من به احتوای کرش این به نه رز دوای رز شیرین نمی با شیرین نمی ها من تلفن که اینی ما به یک از دم گرده دلشو حتی تاوتیه شیرش خوره شیرش آنه خطان چای زور او رو به کرچه که او در شو سای من تلفن که من امروز دویم روزی ما آغاز شد دوستان عزیز. این رواج ها که در لب سای حالی نه آمدیم و من از اینجا معلوم است که 2 تا سای یک جایش تا سای کلان آهلیگ را تشکیل میکند. این طرفش به شاخ زرد این طرفش باشد به طرف دیو شرشره ما رو میبرد نه همین سای ها از این ما روان هستیم به پس دیو شرشره
طبیعت که در اینجا تازه و زنده نگاه شده است. آن همون سنگ های تیک که شما میبینید و همونجا دیو شرشره. حاضر ما پس از برفته ایستادیم. اینجا سایه خردکک که این سایه ها یک جایش سایه کلان را تشکیل میکند. در این بالا یک درختی دولانه است که ما هر وقت آمده در اینجا استراحت میکردیم، دم میگفتیم، خواب میکردیم در همینجا. مثال خواستیم دیگر جایها را ببینیم و وقتی که کوه آمدیم از این دیو شرشره، از این منظره زیبا باید ما بهره‌مند شویم و خواستیم همراه شما هم بهره‌مند کنیم. این سر شد دیو شرشره ما. شرشره ها طبیعت ناتکرار. این شرشره خردککش حاضر بالاتر رویم. اگر از این طرف از این میخورایم پایان به میبینیم زیبایی را. رفتیم کوچه های خاطرم می آیی، در چهره‌ات یک عالمی زیبایی. دل ساده آزاده جولان زنان می خوانی، افسانه ها از عالمی رویایی. از کوچه های خاطرم می آیی، در چهره‌ات یک عالمی زیبایی. دل ساده آزاده جولان زنان می خوانی، افسانه ها از عالمی رویایی. لحظه های شکرینم کانی شهد و انگو بینم، خوشترینم بهترینم بچگی نازنینم. لحظه های شکرینم کانی شهد و انگو بینم، خوشترینم بهترینم بچگی نازنینم. می آرم قصه دیرینه را، پاس می دارم آن همه
گنجی نرو دوست می دارم لذتی گم گشته را چون روی مادر صحبتی آینه را یاد می آرم قصه دیرینه را پاس می دارم آن همه گنجینه را دوست می دارم لذتی گم گشته را چون روی مادر صحبتی آینه را با کلچه قندینه با مزه و شیرینه از خاطری رنگینه می آیی با کلچه قندینه با مزه و رنگینه می آیی لحظه های شکرینم کانی شهد و انگبینم مشترینم بهترینم بچگی نازنینم من دوستان عزیز در دقیقه 6 قریب آفتاب سینم در مرز طبیعت من با جنتره ها سفر میکنیم به کوهستان البته این خیلی جدید تاثیرات ها تنها در کوهستان است شما باشید که در اینجا باد و هوای تازه تمام غذاهای تازه و بصفت شما کرده می شود این خیلی روزهای خودسندی که شب نشینی ها رو بسیاران تر تشکیل کردن در جا زیرا که هر یک لحظه ها قیمت هست انا دوستان عزیز مخلصان تماشابین ها سفر ما به آخر رسید کودکان ما از گرسنگی نان را با آب فرق کرده فرده ایستادند